خب حوالی سال 2019 بود، یعنی دقیقا بخوام بهتون بگم 16 جنیوری 2019 یه اکانت توییتری، حالا توییتر سابق، با آیدی حالا اف سوسایدی و یوزر نیم در واقع رابرت باپتیسه، حالا دقیق نمیدونم تلفظشو فامیلیشو، آقای رابرت تولس اومد و یه توییتی زد و خیلی جالب بود. گفت که تو دنیا اپلیکیشن ES فایل اکسپلورر، حالا آیکونش هم بخواید ببینید اینه، خب دقیقاً میگه این اپلیکیشن بیشتر از 100 میلیون دانلود داشت و یکی از معروف ترین فایل منیجرهای اندرویدیه. ولی میگه سورپرایزی که براتون داره اینه که اگه شما حداقل برای یک بار این اپلیکیشن رو تو گوشیتون اجرا کنید، هر کسی که توی شبکه لوکال شما باشه، بالفرض مثال میگم شبکه لوکال یعنی شبکه محلی، مثلا به وای فای خونتون وصل باشه، تو هم وصل باشی، با هات اسپاتت وصل باشه و غیره، میتونه به صورت ریموت از راه دور از گوشی شما هر نوع فایلی که دوست داره رو بدوزه. یعنی عکساتون رو برداره، فیلماتون رو برداره، بدون هیچ تلاش خاصی. یعنی احراز هویت نمیخواد، آتنتیکیت نمیخواد، نیازی نیست شما انجام بدید. بدون هیچ تلاش خاصی میتونه از گوشیتون هر فایلی که دوست داره رو برداره. یه چیز ادعای عجیبیه. خب متخصص امنیتی این آقای رابرت باپتیسته. بعد تکنیکالی هم به شما توضیح میده، میگه که هر سری که شما لانچ میکنی برنامه رو، یک HTTP سرور تو بک‌گراندتون میاد بالا. خب HTTP سرور مسئول اینه که حالا یه قابلیتی، بذار بهتون بگم، یه قابلیتی ES فایل اکسپلورر یه قابلیتی داره. خب این برنامه شما میتونی، نه عکسش هم هست، حالا یکم بی کیفیت، حالا مگه با کیفیت پیدا میشه، ولشون. یه قابلیتی داره، شما توی اپلیکیشنی که تو گوشیتونه یه گزینه رو میزنی توی کامپیوتر، مثلا با هات اسپات یا با وای فای گوشی و کامپیوتر به هم وصل میشن. توی کامپیوتر شما میتونی آدرس گوشی رو بگیری، سرچ کنی، یه اینترفیسی در اختیارتون قرار میده که میتونی فایل‌ها رو بین گوشی و کامپیوتر جابجا کنی، یعنی یه چیز شبیه شیریت. خب این قابلیت هم در اختیارتون قرار میده. حالا این HTTP سرور برای اون منظور توی بک‌گراند گوشیتون راه میشده. ولی مشکلی که داشت این بود که روپورت 59777 میومد بالا. خب HTTP سروره و نیاز به آتنتیکیت هم نداشت، یعنی اصلا شما نیازی نبود احراز هویت کنید، هر کسی میتونست به اون پورت وصل و فایلاتون رو برداره. یعنی با یه جیسون پیلود، حالا جلوتر میبینیم، شما ریکوست میزنی سمت اون HTTP سرور توی گوشی و فایل‌های گوشی رو برمیداری بدون هیچ احراز هویتی. خب پروف اف کانسپتش هم میگه توی این لینک گیت هاب موجوده. خب ببین تو دنیای امنیت اینجوریه، شما به عنوان یک سکیوریتی اکسپرت، به عنوان یک متخصص امنیت یک مشکل امنیتی رو پیدا میکنی، اونو پابلیکش میکنی، همه جا نشر میدی، یا مثلا به شرکتش، یا مثلا به یکی از حالا CNA ها رو میبینیم جلوتر توضیح میدم، به یک مرجعی که شما گزارش میدی باگ‌های امنیتی رو میگی. خب و پروف اف کانسپت هم در ادامهش براشون ارسال میکنی. پروف اف کانسپت یعنی اثبات کانسپت. من یه کانسپتی دارم که این مشکل امنیتی وجود داره، این راه و روش و این کدها هم اثبات میکنی که اون وجود داره مشکل امنیتی. بعدش میان حالا تیم دیولپ اون اپلیکیشن یا اون مثلا سرویس میاد و پچ میکنه به اصطلاح اون مشکل امنیتی رو، رفع باگ میکنه، یه نسخه جدید میده که اون مشکل امنیتی دیگه توش وجود نداره. خب این مفهوم پروف اف کانسپت. حالا ما به شکل دستی میخوایم اکسپلویت کنیم. این اصطلاح هم یاد بگیرید، خوبه. مشکلات امنیتی به وجود میاد، هر کسی بیاد از این مشکل امنیتی سوء استفاده کنه برای دستیابی مثلا به اطلاعات، برای مثلا هک کردن یه شخصی، از اون مشکل امنیتی تو بیای استفاده کنی بهش میگن اکسپلویت کردی. خب همین. حالا من چیکار کردم؟ من رو گوشی خودم خب نسخه آسیب پذیر رو نصب کردم. یعنی بذار من فقط یه دقیقه درست کنم این سیمولاتور اندرویدمو. یعنی گوشی منه، خب گفتم نسخه آسیب پذیر رو نصب کردم، اینه. و یه چیزم بدونید، کسایی که تو این حوزه فعالیت میکنن معمولا روی گوشی خودشون، یعنی رو دیوایس های واقعی امتحان نمیکنن آسیب پذیری رو. من حواسم هست دارم چیکار میکنم، شما این کار نکنید. یعنی یه سیمولاتور اندرویدی بیارید بالا، مثلا مثل جنی موشن، اون رو امتحان کنید. حالا من رو گوشی خودم بردم بالا و حذفش میکنم بعد از اینکه ویدیو رو ضبط کردم. میبینید که 100% حافظه‌م پره. خب یه همچین محیطیه. شما حالا یه سری قابلیت هم داره دیگه، مثلا عکساتون رو لیست میکنه، ویدیوها رو لیست میکنه، نمیدونم لاگ میگیره از برنامه‌هاتون، نمیدونم مثلا دانلودر داره، ویو آن پی سی همون
چیزی بود که میگفتم رو پورت 59777، یعنی در واقع برای این بخشه. شما اینو میزنی، یه پورتی باز میشه، از رو مرورگر تو کامپیوترتون وصل میشید، یه اینترفیسی در اختیارتون قرار میده، میتونید بین کامپیوتر و گوشی فایل جابجا کنید. خب خلاصه یه همچین برنامه‌ایه. من الان بازش کردم. حالا تو کامپیوترم میام و کنسول رو میارم بالا. ای بابا، حالا سایز همشون هم به هم ریخت. خب این کنسول، پروفایلم موبایل کانتنت میکنم که فونتش کوچیک باشه. خب این کنسوله. خب الان من میخوام آی پی گوشیمو پیدا کنم. اولا اینکه باید آی پی، چون ببین من به هات اسپات گوشیم وصلم. خب پس گوشیم اینجا اینه یک DHCP عمل میکنه. هر کی که به هات اسپات گوشیتون وصل بشه، در واقع گوشی تو پس زمینه تو بک‌گراند داره، اتوماتیک بهشون آی پی میده. خب من آی پی کامپیوترم که الان به هات اسپات گوشیم وصله رو اگه بخوام، میگه آیه فرام فیگ میگیرم، میگه که 10.127.32.245. اینجا میفهمم که 10.127.32 حالا تو مباحث نت مسک و شبکه احتمالاً بدونید اینا ثابت، این یه قسمت متغیره 245. خب پس چی شد؟ امپ میکنم. در واقع با امپ من میتونم بذار سودو امپ کنم. سودو امپ داش sn هاست دیسکاوری انجام میده تو شبکتون، کشف میکنه که چه هاستایی تو شبکتون آی پی گرفتن. با این روش شما میتونید آی پی هایی که تو شبکتون هست، دیوایس هایی که تو شبکتون هست رو پیدا کنید. خب من الان امپ کردم داش sn، اینو کپی میکنم. خب فقط جای 255 صفر میذارم، /24. این در واقع به این روش من دارم به این روش اصلا پایین بود نمیدونم معلوم بود. به این روش من دارم یک آی پی رنج تعریف میکنم. خب رنج آی پی تعریف میکنم. حالا امپ تو بک‌گراند چیکار میکنه؟ شروع میکنه پینگ گرفتن از این رنج، یعنی از آی پی 1 تا 255 شروع میکنه پینگ میگیره. هر کامپیوتری که جواب داد بهم، هر آی پی که در واقع جواب داد بهم، من میفهمم که پشت اون آی پی کامپیوتر خوابیده که به درخواست من جواب داده. به این روش دارم، روشی که امپ استفاده کرده، میگه به این روش پیدا میکنه چه کامپیوترایی هست. خب پسورد روت ازم میخواد چون سودو زدم. الان شروع میکنه دیسکاوری کردن، منتظر میمونیم. آفرین، میگه 2 تا هاست بالا، یکی این آی پی، یکی هم این آی پیش. خب 245 که آی پی خودم بود دیدیم، 233 پس معلوم شد که آی پی گوشیمه. خیلی راحت آی پی گوشی رو در آوردیم. 10.127.32.233. حالا من میخوام پورت هایی که روی گوشیم بازه رو ببینم. همین جوری پیش بینی من اینه که حداقلش میدونم یه پورت 53 بازه. چرا؟ چون پورت DNS. خب حالا DNS رو راجبش بخونید چون نمیشه توی ویدیو همه مباحث گفت. من الان map dash p میکنم، یعنی dash p در واقع پورت خب یه رنجی دارن، یه سریاشون رزرو شدن، یه سری آزادن برای کاربردهای مختلف. خب برنامه‌نویسا مثلا اونایی که رزرو شدن رو نمیتونن استفاده کنن چون استاندارد به صورت استاندارد تو کل جهان رزرو شدن از عدد فکر کنم 1 تا 1024 فکر کنم. خب ولی ما 65535 تا پورت داریم در دسترس که 1024 تاشون رزرو شده است. این در واقع میگه از 0 تا 65000 رو تست کن پورتاشو، حالا به روش‌های TCP، و ببین که بازن یا بستن. خب من الان میگم داش پی داش آی پی مو میدم چند بود؟ 10.127 33 بود. 10.127 ای بابا چند بود؟ یادم رفت 33. بذار یه دقیقه if config 10.127.32.233 بود. خب sudo nmap dash sn sn نه dash p dash 10.127.32.233. خب اینجوری پورتایی که بازه رو دارم پیدا میکنم، کشف میکنم. خب میگه که روی این آی پی که گوشیت باشه و مک آدرسش این باشه، تو 2 تا پورت داری بازه 53، یه دونم اینه. حالا این نمیدونم برای چه سرویسیه. خب میگه 2 تا پورت، خیلی هم عالی. حالا من میام توی گوشیم اینو وا میکنم. خب در واقع ببینیم که چجوری پورت باز میشه. دوباره این دستور رو میزنم، نگاه کن چه اتفاقی میفته. شروع میکنه دونه دونه این پورت ها رو بررسی میکنه. نگاه کن 59777 نوع TCP اوپن، سرویسش هم آنون ناشناخته است. حالا نتونست تشخیص بده امپ. خب پس دیدید که به این صورت شما گفته دیگه خودش
هر سری که کاربر برنامه رو اجرا میکنه HTTP سروری میاد بالا رو پورت 59777. روی این پورت حمله کننده میتونه پیلود جیسونی بفرسته به مقصدش. حالا میخوام اکسپلویتش کنیم. من با کرل کار میکنم. خودش ببین POC گذاشته. گفتم دیگه POC پروف اف کانسپت. یه کدیه، کد پایتونی هم هست. بذار بازش کنم ببینم میاره. یه کد پایتونی نوشته همین آقای رابرت. شما از طریق این کد پایتونی میتونی تست کنی و ببینی که واقعا کار میکنه این مشکل امنیتی. آقا مثلا حالا کدش هم شاید اجرا کردیم نمیدونم، ببینم تایم ویدیو چقدر میشه. مثلا مینویسه پایتون poc.py، این فایل کدشه. خب میگه که لیست اپس، اپا رو لیست میکنه. مثلا get device info، اینفورمیشن دستگاه رو میگیره، یعنی اطلاعات دستگاه رو بهتون نشون میده. لیست پیکس، لیست عکسای طرف رو بهتون نشون میده. خب به این صورت کار میکنه. یعنی در واقع شما میتونید تمام این کارا رو انجام بدید. حالا من گفتم دستی انجام میدم دیگه. بذار خب اون که بالاست. خب اینجا من میخوام کرل کنم. خب از دستور کرل استفاده میکنم. میگم که کرل کن، بعد میگم که هدرت راجع به HTTP هدر رو اگه میخواید بخونید، میگم که توی هدرت این در واقع کی پیر باشه، کانتنت تایپ از نوع اپلیکیشن و نوع جیسون باشه. میگم که آقا این تو هدر پکت HTTP که دارم درست میکنم گفتم که از نوع جیسون باشه. HTTP ریکوستد از چه نوع باشه؟ البته نه درست بود دیگه. ریکوستد از نوع پست باشه، دیتاش هم این باشه. در واقع گفتم که HTTP پکت از نوع پست باشه، یعنی از طریق پست من یه دیتایی رو میخوام منتقل کنم. و بعد حالا اینجا جایی که باید شما در واقع پیلودتون رو وارد کنید. میگم کامند get device info. خب به این شکل من پکت رو ساختم. حالا باید بگم مقصدش کجاست. میگم HTTP IP در واقع گوشیمو میدم 10.127.32.233 رو پورت 59777. روی این پورت بفرست این پیلودو. نکنید خیلی خوشگل. در واقع چه اتفاقی افتاد؟ بذار من اینجا چه اتفاقی افتاد. من اینجا خب فرض کن یک وای فای دارم، تو شبکه لوکالی، یه کامپیوتر اینجا دارم، یه دونم گوشی اینجا دارم. خب توی این مثلا ES فایل اکسپلورر نصبه توی این گوشیه. من الان برنامه رو توی گوشیم آوردم بالا. این برنامه دسترسی داره به تمام فایل‌ها، ویدیوها، عکس‌ها، هر چی که توی گوشیمه. خب یه مشکل امنیتی این تو وجود داره، یه باگ وجود داره. خب مثلا باگی تو این نرم افزار وجود داره که بدون احراز هویت هر کسی میتونه دسترسی داشته باشه بهش. حالا من از طریق کامپیوترم به این وای فای گفتم، وای فای وصل کرد به گوشی، ES فایل اکسپلورر رو پورت 59 حالا میندازم صفحه 777 داره گوش میده بدون اتنتیکیت برای بار هزارم. تمام فایل‌ها رو لیست میکنه از طریق HTTP برای من میفرسته. من میتونم اینجا ببینم، یعنی خیلی راحت. خب بدون هیچ، یعنی پس زمینه این اتفاق داره میفته. حالا این فقط یه دستورش بود. خب یعنی get device info. بذار بیارم عکسشو. ما الان اینو دیدیم. لیست پیکس رو میزنم، لیست ویدیوز رو میزنم، لیست آدیوز رو میزنم، همه رو امتحان میکنم. حالا همه رو که نه، ولی مثلا لیست پیکس رو نگاه کنید. اجراش میکنم، منتظر میمونم، یکم طول میکشه دیگه. الان دیگه شما میدونید درخواست زده شد. ES فایل اکسپلورر تو گوشیم داره تمام فایل‌ها رو لیست میکنه. بعد از اینکه تموم شد تمام تصاویر رو لیست میکنه. بعد از اینکه تموم شد با HTTP برام من فرستاد. میبینید لیست تمام عکسای گوشیمو فرستاد به کامپیوترم. مثلا میگه حالا به شکل جیسونی فرستاد دیگه. میگه این اسکرین شات فلان ویسار دات جی پی، اسم فایل اینه، تایمی که گرفته شد اینه، ساعتش اینه، مسیرش تو حافظه گوشیم هم اینه، یعنی استوریج emulated 0 DCIM اسکرین شات فلان ویسار، سایزش هم اینه. تمام اینجوری لیست کرد. خب حالا من از قبل یه دونه آرزوام خدمتتون فایل، یعنی یه عکسی گرفته بودم تستی قبلا دیشب وقت نشد ضبطش کنم، ولی تو گوشیم هست. خب اونو میخوایم با هم دیگه در بیاریم و دانلودش کنیم تو کامپیوترم. ببین همین دستور رو من میزنم لیست پیکس، بعد میخوام با رجکس فیلترش کنم. تو لینوکس از دستور grep استفاده میکنم. میگم grep کن you have owned. خب اسم فایل این بود.
با رجکت اینجوری من فیلتر میکنم، میخوام مسیرش رو تو حافظه گوشیمو پیدا کنم که بعد دانلودش کنه. اینو میزنم، طبیعتا یکم طول میکشه تا لیست رو پیدا کنه بفرسته برام که من بعدش فیلترش کنم. خب پیدا کرد. میبینی میگه آقا اون لیست بلند بالایی که برام فرستاد من توش گرب کردم، اینو پیدا کردم. یه فایل داری نیمش youhaveown.jpg، تاریخش اینه، ساعت اینه، لوکیشنش تو گوشی هم اینه. من همینو میخواستم، اینو کپی میکنم. خب حالا با wget دانلودش میکنم. چجوریه؟ میگم wget دانلود کن. از کجا میخوای دانلود کنم؟ میگم 10 127 32 233 آدرس گوشی رو پورت 59 777. برو که ex فایل اکسپلورر رو گوش بده، یه اسلش این مسیر اینو دانلود کن. خب حالا من همینجا سریع بریکش میکنم، میرم توی cd temp، اینجا cd temp، اینجا یه فایل میسازم، یه فولدر میسازم، مثلا یه فایل cds فایل. خب اینجا این دستور رو میزنم، میخوام اونجا دانلود شه. میخوام سیو نشد، نه خب نداره. دوباره wget http 10 127 32 233 رو پورت 59 777. میگم که این آدرس اینو دانلود کن. چرا؟ آها همینه. این چون اسپیس داره تو ترمینال باید اسکیپش کنیم. خب اسکیپش میکنم، دوباره میزنم دانلود چه، یه ls میگیرم، میبینی که فایل دانلود شد. یعنی خیلی راحت من تونستم دسترسی داشته باشم به تمام فایل‌های گوشی از طریق یه اپلیکیشنی که مشکل امنیتی داره. خب حالا همین عکس هم مثلا میخوایم حالا واسه تستی بخوایم بازش کنیم، xdg open you have owned. ببینید این عکس من گرفته بودم دیشب پریشب. خب به این صورت من تونستم بدون هیچ زحمتی در واقع فایل گوشیمو دسترسی داشته باشم بهش. این از این. حالا بریم ادامه توییتر رو بخونیم ببینیم چی میگه. خلاص پی او سیش هم گذاشته و برای جنبندی هم یه بار دیگه میگه حمله کننده به شبکه لوکال شما وصل میشه، به صورت ریموت فایلاتون رو میگیره، اپلیکیشن هایی که دارید رو لیست میکنه، تمام ویدیوها، تصاویر و صداهاتون هم میتونه لیست کنه. در این حال همشون هم دانلود کنه داشته باشه تو سیستم خودش. حالا اینم نیازی نیست ببینیم دیگه، ولی مشخصه دیگه. شما اگه بخواید لیست مثلا لیست اپلیکیشن ها رو ببینید، لیست اپس سیستم رو میزنید. اگه بخوای اپلیکیشن رو از گوشی طرف دانلود کنی، اپ پول میکنی. اگه بخوای تو گوشی طرف اپلیکیشن اجرا کنی، اپ لانچ میکنی. خب خیلی جالبه. خلاص برای جنبندی اینو گفته، ولی به یه نکته عجیبی هم اینجا اشاره میکنه و منم سری اول که با این داستان آشنا شده بودم، یعنی شنیده بودم راجبش، مشکوک شدم بهش. اونم حالا خودش میگه I'm convinced this feature has been implemented by design. I'm convinced، من متقاعد شدم که این یک قابلیت، یک مشکل امنیتی نیست، یک قابلیته که آمدانه از روی عمد پیاده سازی شده. خب حالا چرا اینو میگم؟ ببین تو وهله اول از لحاظ برنامه نویسی دارم میگم، تویی که تیم دیولپری که یه همچین اپلیکیشنی رو خب میتونه دیولپ کنه، یعنی قدرت فنیشو داره که یه همچین اپلیکیشنی رو دیولپ کنه، مگه میشه که ناشیانه همچین سوتی بده، همچین گافی بده؟ تو بیای پورت باز کنی، آتنتیکیتش نکنی، خب امکان نداره. منظورم اینه تویی که مثلا اینقدر جونیور نیستی، تویی که سینیوری، یه همچین اپلیکیشنی میسازی که خوبه، کار را بنداز، خفنه، 100 میلیون دانلود هم داره، مگه میشه ندونی رو پورتا با تو آتنتیکیت کنی، باید احراز هویت کنی؟ این یه مسئله است. خب خود این یارو هم از فعل convinced استفاده کرده، یعنی متقاعد شدم، یعنی شک و شبهه وجود داشت، یه سری شواهد یا مدارکی دیدم که متقاعد شدم این از قصد، مثلا این مشکل امنیتی از قصد ایجاد شده. خب منم همین میگم، اول شک کردم، از لحاظ برنامه‌نویسی گفتم این که خیلی خفن بود، چرا همچین سوتی ناشیانه‌ای دادن؟ بعد رفتم تاریخچه‌شون رو دیدم مثلا اصلا سرچش کنیم، ناکن es فایل اکسپلورر ویکی‌پدیاش ببینم میاد بالا. این ویکی‌پدیاش. خب این ویکی‌پدیاش. خب حالا شرکتی که پشت ES فایل اکسپلورر شرکت دیو گلوباله که خود شرکت دیو گلوبال زیر شاخه شرکت بایدو محسوب میشه. حالا بایدو چی؟ بایدو is a Chinese multinational technology company specializing in internet services and artificial intelligence. شرکتی چند ملیتی که تو حوزه هوش مصنوعی و سرویس‌های اینترنتی داره فعالیت میکنه و مهمتر از اون این که این شرکت چینیه، یعنی کشور چینه. خب حالا
هیستوریش اگه نگاه کنید زیاد سابقه درخشانی نداره. تو سال 2020 مثلا توی هند بند شده. تو سال 2020 یه تایمی از گوگل پلی استور پاک شده بود. بعد از آمازون فایر تیوی اپ استور، اپ استور تلویزیون هوشمندهای آمازون، از اونجا پاک شده بود دیگه. آرزم خدمتتون. و متهم شده بود به کلیک فراد، یعنی مرتکب کلیک فراد شده بود. حالا کلیک فراد خب میدونید دیگه، یه سری سایت ها برای درآمدزایی میان ادورتایز، یعنی تبلیغات رو میذارن تو سایتاشون. خب بعد اون شرکتی که تبلیغش داری میکنی بر اساس کلیک های روی تبلیغش مثلا به شما یه درآمدی میده. شما تبلیغ سایتی رو میذاری یا تبلیغ محصولی رو میذاری تو سایتت، بر اساس کلیک های روی اون تبلیغ خب اون شرکتی که داری تبلیغش رو میکنی به شما درآمد میده. حالا این لامصب چیکار میکرد؟ این میومد و توی پس زمینه، یعنی اپلیکیشن شما نصب میکردی، توی پس زمینه به لینک اون تبلیغ یه ریکوست میزد. خب اشتباهاً اون تبلیغ کلیک حساب میشد. یعنی شما این اپلیکیشن رو روی 100 میلیون گوشی داشتی، 100 میلیون گوشی اگه اون لینک تبلیغ رو واکنن خب 100 میلیون کلیک محسوب میشد و این خودش درآمدزایی بود برای این شرکت دیو گلوبال که گوگل پلی میفهمه و کلا حذفش میکنه. خب اصلا خیلی جالب. شرکت چینی کلا، حالا جلوتر میگم باز چیه داستان. ناکن قشنگ میگه از گوگل پلی استور پاک شده بود تو اپریل 2019 و چند تا اپلیکیشن دیگه شون هم پاک کرده بود گوگل پلی. خب بعد حالا اینجا دقیقاً میگه و خودشون هم قبول میکنن. جالب اینه، یعنی یه بیانیه اون زمان شرکتش میده، میگه ما متوجه شدیم که یه سری گزارشات در مورد برنامه‌های ما تو رسانه‌ها هست، ما کاملا جدیت موضوع رو درک میکنیم. بعد اینجا میگه ببین چجوری توجیه میکنه، میگه ما از بیقاعدگی‌های پیش آمده توی محصولاتمون که از سرویس ادموب برای تبلیغات استفاده میکرد پشیمونیم. مثلا ببخشید و ما we fully understand and accept Google decision. ما کاملا تصمیم گوگل رو درک میکنیم و میپذیریم و مسئولیتش رو میپذیریم و خیلی دوست داریم که به شکل فعالانه با گوگل همکاری کنیم که حالا مثلا این مشکلات رو پشت سر بذاریم و مثلا همکاری میکنیم با گوگل پلی. خب یه چیز چرت و پرت خلاصه گفت ولی بعداً فکر کنم اوکی شد، چون الان من چک کردم سایت گوگل پلی بود برنامه‌اش. خب مثلا اینکه حالا یه تایمی پاک میکنه بعد با هم صحبت میکنن و خلاصه مشکل رو برطرف میکنه. خب این یه مشکلش کلیک فراد بود. تازه این یه داستانی که داشت. بعد میگم از خیلی جا پاک شد. بعد کشور چین، خود کشور چین متهم به سرویلنس کردن شهرونداش، یعنی نظارت گسترده داره شهرونداش. خیلی دارکه. با هوش مصنوعی دوربین‌های مدار بسته رو آدما رو ترک میکنن، کجا میرن کجا میان، ارتباطات رو شنود میکنن، فیلتر میکنن، سانسور میکنن. یعنی خیلی بدتر از ایرانه، یعنی نسخه پیشرفته ایرانه. خب فیلتر میکنن، سانسور میکنن. حالا بین خودمون بمونه، سیستم فیلترینگی هم که تو ایرانه از سال 1401 یا 402 به بعد فیلترینگ ایران خیلی قوی تر شد. خب بعد از اعتراضات مهسا امینی خب خیلی پیشرفته تر شد. یعنی در واقع چی بود حالا پشت پرده؟ سیستم گریت فایروال که برای چینه یه سیستمیه که با هوش مصنوعی ارتباطات وی پی ان رو تشخیص میده و دیتکت میکنه و بلاکش میکنه. خب پیشرفته است. سال 401 یا 402 به بعد سامانه‌اش در اختیار ایران قرار داد، یعنی اون سیستمش در اختیار ایران قرار داد که اینقدر واسه ما فیلترینگ موزل شده. یعنی خیلی سرکله زنه. قبلا خب خیلی راحت میشد دورش زد، میشد بایپاس کرد تکنولوژی، حالا داستانی که داشت. ولی الان با هوش مصنوعی اومده دیگه تشخیص میده. حالا کاری ندارم یه وارد جزئیاتش نمیشم، ولی بدونید که از چین گرفته دولت ایران. خب منظور اینو میخوام بگم، متهم به سرویلنس کردن. حالا این آقا چی میگه توی توییتش؟ میگه که متقاعد شدم که این یه قابلیته. میگه imagine a scenario. I'm Chinese. I have ES File Explorer installed on my phone. I'm on the subway and I used to connect to the public Wi-Fi. The authorities can use this feature against me. میگه این سناریو رو تصور کن که چینی هستی، ES File Explorer هم رو گوشیت داری، تو متروی و مثلا به وای فای عمومی مترو وصل شدی. خب گرایگان هم هست. The authorities، مقامات یا نهادهای امنیتی میتونن از این قابلیت علیه تو استفاده بکنن خیلی راحت. خب این از این دیگه. حالا یه سری توییت هم زده، مثلا اومده چند تا کامیت زده باز توی ریپو اون در واقع POC که گذاشته بود و یه سری حرفا میزنه تا اینکه حالا اینجا تیکت میزنه، ریپورت میزنه به اون تیم دیولپ ES File Explorer. خب اونام تو جواب بهش میگن که
اینجا چیز خاصی البته نمیگه. اونا هم درست میکنن، پچ میکنن و این ولنرابیلیتی یا مشکل امنیتی رو تحت یعنی شناسه CVE 2019-6447 منتشر میکنن. CVE خودش مخفف Common Vulnerability and Exposure. چیه؟ یک شناسه منحصر به فرده مثل کد ملی، یک کدیه که به مشکلات امنیتی تخصیص میدن که من و تو برنامه نویس وقتی بخوایم راجع به این مشکل امنیتی به خصوص صحبت کنیم از این کد استفاده میکنیم. یعنی تو کل جهان این یونیکه دیگه. من هر جا تو هر مقاله اینو خوندم یه سرچ میکنم راجبش، همین کد رو سرچ میکنم، میفهمم که آقا تو ایس فایل اکسپلورر این مشکل امنیتی وجود داره، این کد برامونه. و CVE شد این. POC هم فهمیدید مفهومش رو، CVE ها هم فهمیدید و اکسپلویت و یه سری اصطلاح‌های هک و امنیت هم فهمیدید. خب خلاصه CVE منتشر میشه دیگه، چیز خاصی میگه. بعد حالا تو همین توییت ها میگه 2-3 نفر دیگه هم بعد از اینکه این توییت رو دیدن عمیق میشن تو اسفایل اکسپلورر، 3-4 تا مشکل امنیتی دیگه هم پیدا میکنن. خب اینم دیگه هنرهای چینه دیگه. و اینکه حالا بعدن یه اسکرین شات هم میذاره از گوگل پلی تو نسخه جدیدش، ناکن واتس نیو. معمولا اینجوریه، شما واسه هر ورژن جدیدی که از نرم افزارتون که منتشر میکنید میاد یه چنج لاگ معمولا همراهش میدید بیرون که آقا مستند شده که آقا من توی این نسخه جدید این قابلیت ها رو اضافه کردم، مثلا این مشکلات رو برطرف کردم، این قابلیت ها رو حذف کردم مثلا. خب به اون میگن چنج لاگ. حالا تو چنج لاگ نسخه جدیدش بعدن اسکرین شاتش گذاشته، اومده گفته که این قابلیت ها رو اضافه کردم، فیکس HTTP vulnerability in LAN. اومده گفته آسیب پذیری که توی شبکه‌های لن و لوکال بوده و HTTP هم بوده رو اومدم فیکس کردم، برطرفش کردم. همین دیگه. بعدش تمام میشه و یه سری کامنت هم مردم میذارن دیگه. خواستم خلاصه راجع به این صحبت کنم و مهمتر از اون این ویدیو رو گرفتم که بدونید آپدیت های نرم افزاری خیلی مهمه، به روز رسانی های نرم افزاری خیلی مهمه، جدی بگیرید. وقتی که اندروید به شما میگه آقا یه نسخه جدید اومده، آپدیتشون، اپلیکیشن ها رو آپدیت کن. ببین یه بخشش راجع به فانکشنالیتیه، قابلیت هایی که به اپلیکیشنتون اضافه شده. مثلا اینستاگرام رو میبینی، مثلا یهو لایک استوری قابلیت جدیدشه، یهو مثلا تو استوری ها میتونی کامنت بذاری، این قابلیت جدیدشه. یا مثلا چه میدونم ریلزا رو میتونید، یا زمانی که نوت اومد میری تو قسمت های مسیج اینستاگرام نوت میذاری بالا. خب اون بعد از فکر کنم مثلا 3-4 ماه اومده، اون زمانی که ورژن شو داد بیرون اومده گفته که آقا ما یه قابلیتی درست کردیم اضافه کردیم، اینه تو آپدیت جدیدم. یه بخشیش قابلیت هاست، یه بخشیش هم مشکلات امنیتیه، برطرف کردن مشکلات امنیتیه. یعنی منی که سوادشو دارم بدونم که تو از یه ورژن قدیمی مثلا تلگرام، اینستاگرام، مثالا حالا اینا رو مثال میزنم شاید هم نباشه، یه ورژن قدیمی اینستاگرام، تلگرام یا همین ایس فایل اکسپلورر داری استفاده میکنی، خب آگاه باشم در میارم مشکلات، به چه مشکلات امنیتی دچار اون اپلیکیشن از اون سوء استفاده میکنم و خیلی راحت به اطلاعاتت رو دست پیدا میکنم. خب مثال، منظور آپدیت کنید. یه بخشش قابلیت های جدیده، یه بخشش هم مشکلات امنیتیه که برطرف شده. تمام. خلاص یه جدی بگیرید آپدیت ها نرم افزاری. همین دیگه. حالا یه سری ویدیوها رو من تو اینستاگرام و یوتیوب شروع کردم. من مودی ام دیگه، با هر چی حال کنم تو لحظه راجبش ویدیو میگیرم. الان با این حال کردم، فردا ممکنه با یه مثلا درس شبکه اومدم، پس فردا ممکنه باز با درس امنیت و هک اومدم. الان فعلا روی این مودم دیگه. فعلا یه 7-8 تا ویدیو خفن میخوام بگیرم اینستاگرام و یوتیوب آپلودش کنم. همین دیگه. خلاص حالا میبینمت.